جهان درگیر یکی از ویرانگرترین درگیری‌های تاریخ یعنی جنگ جهانی دوم بود. این جنگ از سال 1939 آغاز شد و بسیاری از کشورهای جهان رو درگیر خودش کرد. ژاپنی‌ها توی دهه 1930 یه سیاست توسعه طلبانه در پیش گرفته بودن. یعنی چی؟ یعنی می‌خواستن حکومتشون رو هم بزرگتر کنن و هم قوی‌تر. اونا با اشغال بخش‌هایی از چین و جنوب شرقی آسیا به یکی از قدرت‌های محور تبدیل شده بودن. یعنی در کنار آلمان نازی و ایتالیا قرار می‌گرفتن. توی سال 1941 با حمله ژاپن به پایگاه دریایی آمریکا توی پرل هاربر، ایالات متحده رسما وارد جنگ شد و پس از اون نبردهای سنگینی بین آمریکا و ژاپن توی اقیانوس آرام شکل گرفت. اگرچه آمریکا به تدریج تونست روی کار سوار بشه، اما ارتش ژاپن هم خیلی مقاومت کرد و از اونور خیلی هم تلفات داد. در همین دوره آمریکا به طور محرمانه یه پروژه به نام پروژه منهتن رو آغاز کرد که هدف اون ساخت بمب اتمی بود. پس از آزمایش موفق نخستین بمب اتمی توی سال 1945 آمریکا تصمیم گرفت از این سلاح جدید برای پایان دادن هرچه سریعتر به جنگ استفاده کنه. در نهایت این تصمیم به بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی ختم شد. رویدادی که نه تنها سرنوشت جنگ بلکه مسیر تاریخ بشر هم تغییر داد. در پایان جنگ جهانی دوم آمریکا در اقدام بی‌سابقه از سلاح هسته‌ای علیه ژاپن استفاده کرد. در سال 1945 نخستین بمب اتمی به نام پسر کوچک بر شهر هیروشیما فرود اومد. 3 روز بعدش هم یه بمب دیگه به نام مرد چاق افتاد روی ناگازاکی. 5 4 3 2 1 این حمله باعث شد ویرانی‌های گسترده شهرها و مرگ فوری ده‌ها هزار نفر رخ بده و بسیاری دیگه از این مردم هم توی سالهای بعد بر اثر تشعشعات هسته‌ای رادیواکتیوی جون خودشون رو از دست دادن. هدف اعلام شده از آمریکا این بود: وادار کردن ژاپن به تسلیم سریع و پایان دادن به جنگی که تلفات انسانی و هزینه‌های سنگینی برای همه طرف به همراه داشت. در پی این حملات امپراتوری ژاپن تسلیم شد و جنگ جهانی دوم رسما پایان یافت. حمله اتمی آمریکا به هیروشیما و ناگازاکی خسارات مادی و انسانی و همینطور زیست محیطی به جا گذاشت و آثار آن تا دهه‌ها ادامه یافت. این حمله فقط دو تا انفجار نظامی نبودند، بلکه فاجعه انسانی در مقیاسی بی‌سابقه محسوب میشه. از نظر انسانی هیروشیما حدود 140,000 نفر تا پایان سال 1945 یعنی همون سالی که آمریکا حمله اتمی کرد تلفات داد و در ناگازاکی این رقم به حدود 170,000 نفر رسید. بسیار از این قربانی‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان و سالمندان بودند. به جز این تلفات فوری، هزاران نفر هم توی سالهای بعد جنگ بر اثر سوختگی‌های شدید، سرطان‌ها و همینطور ناهنجاری‌های ژنتیکی و بیماری‌های ناشی از تشعشعات رادیواکتیوی جون خودشون رو از دست دادن یا دچار معلولیت‌های شدید و دائمی شدن. به بازماندگان این حملات میگن هیباکوشا سالها با مشکلات جسمی و روانی و همچنین تبعیض‌های اجتماعی روبرو بودن. از نظر مادی بخش اعظم این دو شهر به طور کامل ویران شد. خونه‌ها و مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و کارخونه‌ها و همینطور زیرساخت‌های شهری در شعاع وسیعی نابود یا غیر قابل استفاده شدند. آتش‌سوزی‌های گسترده پس از انفجار خسارات رو چند برابر کرد و بازسازی شهرها سالها زمان و هزینه فراوانی داشت. از نظر زیست محیطی هم آلودگی خاک و آب و هوا پیامدهای خطرناکی به همراه داشت. گیاهان و جانوران آسیب دیدند و برای مدتی زندگی عادی توی این مناطق بمبارون شده دشوار یا حتی ناممکن بود. این خسارات نشون داد که سلاح‌های هسته‌ای نه تنها در لحظه انفجار بلکه در دراز مدت نیز تهدید جدی برای انسان و طبیعت هستند و به همین دلیل حملات اتمی هیروشیما و ناگازاکی همواره به عنوان هشدار جدی برای بشریت یاد میشه. و این بود پایان تلخ‌ترین ویدیوی کانال ما تا به امروز. به نظر من جنگ جهانی با اینکه بعضی از سلاحاش خیلی باحالن و خیلی قابلیت‌های خاص دارن، اما یه طرفش به شدت غم انگیزه و همین باعث میشه که تن آدم بلرزه و نتونه حتی تصورش کنه. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد، خوشحال میشم از کانال ما حمایت کنید و این ویدیو هم لایک کنید و برای رفیقاتون بفرستید. و همیشه یادتون باشه تاریخ هیچ وقت تموم نمیشه.